شما هم وقتی که زندگی را 40 سال عمر خود را، 50 سال عمر خود را، 60 سال عمر خود را، 20 سال عمر خود را میگذرانیم، لحظه ای که مرگ به سراغ ما می آید، لحظه ای که اسرائیل به سراغ ما می آید، لحظه ای که روح از بدن ما پرواز میکنه، در اون لحظه با خیلی افسوس میبریم. اگر خوب کرده باشیم خیلی خوشحال میشیم، خیلی خوشحال و خرسند میشیم که شکر الحمدلله که من ای عمر گران خود را گران دانستم، طاعت کردم، نماز ادا کردم، گریه کردم، توبه کردم. اگر خواهر ما بوده باشه میگه ایجاب کردم یا نماز خواندم. اگر کسی که خدای نخواسته درست عبادت نکرده باشه، بندگی نکرده باشه، با لحظه ای که اسرائیل به سراغش می آید در بسترش که می نشینه، همون لحظه پشیمان میشه. این همون لحظه پشیمانی شروع میشه، میگه ای کاش عمر گران را من خیلی به هدر مصرفش نمی کردم. 60 سال از عمری که ما مصرف کردیم چیزی برداشت نکردیم مگر گناه، مگر معصیت. لحظه‌ای که اسرائیل به سراغ ما میاد در بستر می نشینه، جوان عزیزم فکر نکو، برادر و خواهر عزیزم فکر نکو که اما اسرائیل آمد و گرفت و رفت و دیگر اما قیامت و محشر و شاید حساب کتاب آسان بوده باشه. نه، از همون لحظه‌ای که اسرائیل در بستر می نشینه به جان کندن ما شروع میکنیم. زنایی که کردی در چشمت مجسم میشه، قماری که زدی در چشمت معلوم میشه، مجسم میشه، شرابی که خوردی در چشمت مجسم میشه، نمازی را که قضا کردی در پیش رویت معلوم میشه. افسوس میبری، یه طرف تلخی جان کندن زیاد است، اما در پهلوی از او سختی ای عذابهایی که گناه کرده، معصیتی کرده یا من کردیم در پیش چشم معلوم دار میشه. در او روز با افسوس میبریم، در او روز افسوس میبریم.